سلام دوستان گلم. برای تهیه این کیک خوشمزه اول پودر نسکافه رو به شیر گرم اضافه میکنیم و هم میزنیم. وانیل رو به تخم مرغ اضافه کرده و حدود 2 دقیقه هم میزنیم. بعد شکر رو اضافه کرده و حدود 5 دقیقه تخم مرغ رو با شکر هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشن. تو این مرحله باید مدام اطراف ظرف رو دورگیری کنیم تا بوی تخم مرغ کاملا از بین بره. بعد ترکیب شیر و نسکافه و روغن رو به مواد کیک اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. باید با دور کند همزن هم بزنیم و این مرحله نباید بیشتر از 20 ثانیه طول بکشه. در آخرم آرد و بیکینگ پودرمون رو که از قبل علک کردیم در چند مرحله به کیکمون اضافه میکنیم و فولد میکنیم. من قالب سایز 20 در 20 برای این کیک انتخاب کردم. شما میتونید از قالب های میانتویی هم استفاده کنین که در اون صورت باید تمام قالب چرب و آرد پاشی بشه. ولی برای قالب های معمولی فقط کافیه کفشون کاغذ روغنی بندازین یا اینکه فقط با کره چرب کنین. مواد رو داخل قالب ریختم، اونو چند بار به سطح کار میکوبم یا با خلال دندون حباب های هوا رو از داخل کیک خارج میکنم تا وقتی کیک پف میکنه سطح کیک یک نواخت بالا بیاد و گنبدی شکل نشه. قالب رو تو طبقه وسط فر با دمای 170 درجه قرار میدیم با مدت حدود 45 دقیقه. چون دمای فرم متفاوته بعد از نیم ساعت حتما پخت کیکمون رو چک میکنیم و اگه احتیاج به پخت بیشتر داشت به زمان میدیم و گرنه گریل رو روشن میکنیم تا روی کیکم کمی طلایی رنگ بشه. برای تهیه سس کیکم اول هم خامه رو بنماری میکنیم هم شکلاتو. به خامه پودر نسکافه رو که تو آب جوش حل کردیم اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم. بعد ترکیب اون دوتا رو به شکلات بنماری اضافه میکنیم. وقتی هم که سسمون از دما افتاد ولی هنوز روون بود اون رو روی کیکی میریزیم که کاملا خنک شده. برای ایجاد کردن خطوط روی کیکم اول شکلات تلخم رو بنماری کردم، توی قیف ریختم، خطوط روی کیک ایجاد کردم، با خلال دندونم بهش تر دادم. اطراف کیکم میتونین مثل من با پودر کیک یا اینکه با پودر گردو تزیین کنین و نوش جونتون کنین.